ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در شهر دوشنبه شام 8 دکبر سال 2022 از مجازات باز یک جوانزن بلاگر برای دشنامه قبه در پخش مستقیم در شبکه تیک توک خبر داد. در روزهای آخر سیده لطیفووا اینک دومین زن بلاگر است که برای بددهانی در اینترنت جزا میگیرد، ولی اگر این زن بلاگر 27 ساله همگی با پرداخت جریمه خلاص شده باشد، در پایان ماه دکبر فاطمه اشورова از شهر بوستان ملقب اسنیکرس تاجیکی به مدت 10 شبانه روز به حبس مأموری انداخته شد. همچنین در روزهای اخیر آوازخوان جوان رفعت جمشید و رقاصه با نام سومن قنبرova با نشر ویدیوهای علاهده به کارمندان میلیسا برای راست هدایت کردن آنها اظهار سپاس کردند. میلیسای پایتخت تاجیکستان در شرح قضیه سیده لطیفووا گفت یک قطار استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی با ارسال نوار پر از الفاظ قبیح و دشنام و حقارت از مقامات میلیسا خواستند که نسبت به این جوان دختر دشنام کننده چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. در نتیجه سنجش معاینه کرده شده است که این نفر شهروند لطیفووا سیده سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه محله ظرفشان می باشد. ضمن پرسش نامبرده تصدیق نمود که در حقیقت هنگام پخش مستقیم در شبکه‌های اجتماعی تیک توک نسبت به دیگر همصحبتان خود دشنام‌های قبیح نموده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به نامبرده پروتکل حقوق ویرانکاری مأموری ترتیب داده شده، با قرار دادگاه جریمه بندی کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه میلیسا افزود که همزمان نامبرده از کردارهای صادر نموده خود صدقاً اظهار پشیمانی نمود. در ادامه اطلاعیه میلیسای پایتخت چنین گفته می شود ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به اطلاع شهروندان می رساند که مقصد از تطبیق جزا و راهاندازی نمودن کارهای فرماندهی در بین استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی پیش از همه بلند برداشتن معرفت‌ناکی و آداب استفاده شبکه‌های اجتماعی و نگاه داشتن فرهنگ و هویت ملی به شمار می رود. این اقدام پیش نموده مقامات حفظ حقوق از جانب شهروندان هم‌آوازی پیدا نمود، من بعد نیز ادامه خواهد یافت.